بوام داره و میره. تحویل گفته بیام بخشداری مجوز آمپول بدید. ها ایول بوام داره و میره. مجوز آمپول بدید برم. اون بر بوام بخالی بوام داره و میره. عزیز من هر کاری یه روشی داره. برو بخش اداری. بوام داره و میره. یه مجوز آمپول بدید. عزیز من هر مجوزی باید سیکل اداریشو طی کنه. سیکل اداریشو طی بکنه. آره عزیز تون باشی داره و میره. عجله نکن اصلا شما. داره و میره. بسی بهش بیا عزیزم. اول پول چای رو بده. بوام آخه جان نثار بگیر. بیا آقا چقدر هول بدید و هول نباشه. بوام داره و میره. خب برو بخش معاونت برو اونجا اون دوتا آقایون. بوام داره و میره. تون باشی داره و میره. بسی بگیر پول بگیر یه امضا و کو بده من. تون باشی داره و میره. این چیه؟ بوام داره و و میره. گفتم مجوز بدید. برای آمپول. نه برای ریاست اوجا. خب حالا بده به من ببینم. درخواستش باید بررسی بشه. مشکلت چی هست عزیزم؟ بوام داره و میره. گفتم بیام بخشداری به مجوز آمپول بدید. خب شیرفران جان بگو ببینم ما در بخشداری هان بخشنامه چیزی برای این کار داریم؟ این طبق این چیزی که یه لحظه اجازه بدیم من اینا پیدا بکنم. بوام داره و میره. تون باشی. داره بررسی میکنه. این بررسی بکنم علاوه گوه. این مجوزی این یه سری شکایت کرده بیدن که این آمپولی که این طبیب وزنه درد دارم. از او به بعد یه بخشنامه ما اینجا خودمان در کردیم که از این به بعد طبیب برای تزریق آمپول مجوز باید از این بخشداری داشته باشه. بررسی آقا بشه. زود باشید بوام داره و میره. درخواستت باید بررسی بشه. بوام تون باشید دیگه. بوام خدا رحمتش بکنه. برم یه مجوز کف رو دست براش صادر برو به سلامت. خدا شما رو اما نمگیره. اگه این بخشداری نبید ما باید چیکار بکنیم؟ واقعا آدم لذت و برای کار این مردم بیچاره را بندازه. ببینین چی بگوام. شما فقط باید به من قول بدین که هر چی خانم معلمتون لیلون خانم بگوه شما گوش بدین. خب ببینید آقای ببری، یکی از راه‌های موفقیت اعتماد به نفس بید. خب یعنی که چی؟ یعنی که شما اصلا نباید کم بیاری یا خجالت بکشی یا اینکه وترسی. این خیلی بد بید. شما فقط باید هر از گاهی یه اظهار نظری همینجوری الکی از خودت در کنی بره پی کارش. مفهوم بید؟ مفهوم بود. بید یه وقت به کار نبرین چون این خیلی کلمه بی کلاسی بید. بعدش هم این که شما راجع به هر چیزی که انجی نمیدونی باید هر از گاهی یه چیزی از خودتون وپرونی. چرا؟ چون وگوان چقدر باسواد بید. خب و ببینید فوقش اینجوری شما یه چیزی وپرونی وگوان که چی و گفتی مچتون رو وخوام وگیرن. شما به راحتی وگوی چی؟ نه خب حالا بریم سراغ صرف افعال. وگوین نیدونم. نیدونه. خب نیدونیم. نیدونید. نیدونن زجگی نیدونن زجگی خوبید، خیلی خوبید، عالی، با استعداد بید.